آدم بزرگ‌ها به من نصیحت کردند که کشیدن عکس مارالگوها رو کنار بذارم. به کارهای مهمتری مثل تاریخ، دستور، زبان و جغرافیا بپردازم. میدونید برای بچه‌ها سخته هر سری بخوام با آدم بزرگ‌ها بگن این شکلی به خاطر همین تو سن 6 سالگی تصمیم گرفتم از کار ظریفی مثل نقاشی دست بکشم. به ناچار باید برای خودم فکر دیگه می‌کردم. گذشت تا اینکه من خلبانی یاد گرفتم. من به بیشتر جاهای دنیا سفر کردم. میتونستم با یک نگاه چین رو از آریزونا تشخیص بدم. به راستی که جغرافیا خیلی به درد نمی‌خوره. اگه آدم تو شب راهو گم کنه این امر واقعا فایده داره. به این ترتیب من با عده زیادی از آدم‌های بزرگ و جدی آشنا شدم. اونها رو از نزدیک دیدم. باشون نشست و برخاست داشتم، اما عقیدم نسبت به اونا هیچ تغییر نکرد. وقتی به یکیشون برمیخوردم که احساس میکردم کمی صاحب دله، با نشون دادن تصویر شماره 1 خودم که همچنان توی جیبم داشتم می‌خواستم حسش کنم. اما فقط زمانی که داری گفت این یک گلابه دیگه نه از مارالگوها باهاش حرف می‌زدم، نه از جنگل‌های بکر و ستاره‌هاش، بلکه همسر خودش می‌شدم از بازی بریج، گلف، اقتصاد و سیاست، فوتبال و بسکتبال باهاش صحبت می‌کردم. اون وقت اون آدم بزرگ از آشنایی با آدمی مثل من عاقل و فهمیده خوشحالم می‌شد. به این ترتیب من تنها و بی‌کس بدون اینکه همدمی داشته باشم به زندگیم ادامه دادم. تا اینکه 6 سال قبل تو صحرای آفریقا برام اتفاق ناگواری افتاد که شماها شاهد اون هستید. خدای من این چه وضعیتی؟ موتور سمت چی شد؟
باز سر سیچه کجاست خدا سر نمیتونست
بچه خوب باشی و قول بدی بذاری به کارم برسم یه تنم ببینم که بتونی ببندیش. ببندیمش؟ چه فکر رو یه عجیبی؟ حالا دیگه ببندیش که هر جای دلش خواست نخواد نتونه. مثلا کجا میتونه بره؟ چه میدونم راهش رو بدی و بره. گمش. نه پیشه‌ای نداره. خونه وقت خیلیش. اگر هم راست شکرشو بگیره و بره جایگیری نمیده. زود برمیگرده. خب حالا نگفتی از کجا اومدی؟ چجوری اصلا اومدی رو سیاره‌ی زمین؟ خونت کجاست؟ شاسه کوچولو شاسه کوچولو کوچولو کجا رفتی؟ ملاحظه کردیم دوستان همیشه همینطوره اون از من چیزهایی میپرسه که من کامل و واضح بی‌بر و برگرد به همشون جواب میدم اما دریغ از این که به یکی از سوالهام جواب بده انگار من نیستم مدتی گذشت تا اینکه جسته گریخته فقط از کلمه‌هایی که از دهنش میپرید چیزهایی از اون فهمیدم من فهمیدم شازده کوچولو از کجا اومده مطلب دومی که خیلی مهم سیاره شازده کوچولو کمی از یک خونه معمولی بزرگتره جالب نیست؟ من دلایل قاطعی دارم که سیاره شازده کوچولو سیاره B612 اگر جزئیاتی از اون سیاره بهتون نمیگم دلیلش واضحه آدم بزرگ‌ها به عنوان مثال شما اگه به یه آدم بزرگ بگید دلیل وجود داشتن شازده کوچولو اینه که بچه مهربونه شیرین زبونه گوسفند میخواد و هر کسی که گوسفند بخواد دلیل بر وجودشه خوناشونه بالا میندازن شما رو بچه تصور میکنن شما باید به اونها بگید شازده کوچولو تو سیاره B612 زندگی میکرد اونجاست که دیگه از دست سوالهای تکراریشون خلاص میشه میدونید آدم بزرگها عاشق اعدادن نباید از اونا رنجید تازه بچه ها باید نسبت به آدم بزرگها گذشت داشته باشه روز سوم بود که از درخت‌های بابا آگاه شد کشف این دفعه من باز هم به خاطر گوسفند خودم در حال تعمیر کردن موتور هواپیما بودم که بازم سرکرده شازده کوچولوی ما پیدا شد
اینم درخت بابا شازده کوچولو بلند کن. عجب درخت بزرگه. چقدر بزرگه. این که از سیاره من بزرگتره. حیوان گوسفندی که نهار درخت بابا بخوره گلها رو هم میخوره. گوسفند هر چیزی دیدش بیاد میخوره. حتی گلهای خاردار رو؟ حتی گلهای خاردار. این درخت بابا سیاره مشکل برای آباد میکنه. نباشید خارمشو در میخوره. حلوان تو که خیلی مهربونی. خارمشو در میخوره. من رو نگاه کن من شانسم. دوستتم. خارمشو در میخوره. خانما من رو نگاه کن. خارمشو در میخوره. خانما خارمشو در میخوره. خارمشو در میخوره. ببخشید منظوری نداشت. ببین کار به هیچ دردی نمیخوره. ببخشید بهت گفتم. من فقط نشون میده بدجنسی گلی. تو اشتباه فکر میکنی. گلها ضعیفن. ساده جدن. اونا فکر میکنن که ما خواهر روی بدنش ترسناک میشن. اما چی؟ تو فکر میکنی که گلها برای برسن. خیالی نمی کنم. من یه چیزی همینجوری بهت گفتم. مگه نمی‌بینی کارهای مهمی دارم؟ چی گفتی؟ کارهای مهم. کارهای مهم؟ پس چی؟ کارهای مهم. تو این آدم بزرگ رو حرف میزنی. همه میزه با هم بازی میکنی. من یه سیاره میشناسم یک وجود صبحچه‌ای رو زندگی میکنه. اون تاریخ شلوغون نکرده. تاریخ ستاره‌ای نشمرده. تاریخ بازاری دوست نبوده. خدا تو خودش میگفته من یه آدم جدیم. من یه آدم بزرگم. اما اصلا که انسان نبود. یه قارچ بود. قارچ؟ بله قارچ. میلیون‌ها ساله که گلها در خودشون تلاش میکنه که خار بسازن. اما خارها بهش دردشون نمیخوره. اینا برای تو مهم نیست. یا جنگ بین گل و گوسفندا. اینا اصلا برای تو مهم نیست. یا مردی که هیچ گل رو بو نکرده. ببینم اینا اصلا برای تو مهم نیست. ببین من شانسه یک سیاره میشناسم. یک گل سیما یک گل قبروتی زندگی میکنه. اما خب میدونی بچه ها یه لحظه بیان. میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهتون بگم. همه بردونی که با آدم بزرگا نگیم. آدم بزرگا خیلی ناراحتن. اونا فقط به فکر خودشونن. ما هیچ اهمیتی برای اونا نداریم. حالا اون گلی که گفتم اون گل مغروب اون گل منه. کسی که اون گل دوست داره ببین این همه ستاره میگه اون ستاره فقط اون ستاره قشنگ اون ستاره گل منه. اما نه میدونی حتی فکر این دوستان نده. یهو کن اون اینا دوستان از بین راحت یه ستاره خاموشم نمیدن. اینا اصلا برای تو مهم نیست. کجا داری میگی؟ وایسا. که منظوری نداشتم. به هیچ وجه با یک بچه نباید اینجوری رفتار میکرد. خیلی ناراحت شده. خیلی دلش شکسته بود. نمیدونستم باید دوباره چطور دلشو به دست بیارم. باید چیکار کنم. آه که چند سال روز دنیایش. مدتی
گذشت تا از اون سیارش و گلش چیزهای فهمید. میدونید تو سیاره شازده کوچولو همه گل‌ها ساده‌اند. یه گلبرگ بیشتر ندارد. یک روز صبح از علفزار بیرون میان و همون شب از بین میرن. اما اون گل کاملا فرق داشت. اصلا مشخص نبود از چه دونه‌ای رویده شده. شازده کوچولو شبانه روز از اون گل مواظبت کرد. تا اینکه یک روز صبح هنگام طلوع خورشید اون گل مغرور خودنمایی کرد.
بعدها شازده کوچولو با من درد و دل کرد و گفت من نباید از گلم میرنجیدم، من نباید تنهاش میذاشتم از سیارم میرفتم. گل من سیاره من رو معطر کرده. من باید از پشت ناز و افاده اون قید مهر و محبتش میبردم. من فقط باید این رو بو میکردم. اون روز شازده کوچولو آخرین ساقه نورسیده باباب رو از ریشه کند و با دلسردی تمام بار سفر است. اون برای سفر دور و درازش به دیگر سیارات از یک دسته پرنده کوهی استفاده کرد. خمیازه کشیدن در حضور پادشاهان دور از ادب است. من تو را از این کار من میکنم. راستش من رو بازی من اصلا نخوابیدم. نمیتونم بریم. خمیازه خودم رو بگیرم. پس من به تو دستور میدم که خمیازه بکشی. زود باش، خمیازه بکش. دیگه دستوره. پس من به تو دستور میدم که گاهی خمیازه بکشی گاهی نکشی. خمیازه بکش. ببخشید تشکیل سوال میپرسم. من به تو دستور میدم که سوال بپرسی. شما به کسی سلطنت داری؟ بر همه چیز. همه چیز؟ همه اینها. ستاره ها دستور شما رو قبول میکنن؟ بیدرنگ، همه بیدرنگ از افراد من اطاعت میکنند. من بی‌عدالتی را بر هیچ کس نمیبخشم. میدونید چیه؟ راستش من خیلی وقت گروه خوشو ندیدم. میشه به خوشی دستور بدی که گروه کنه؟ اما اگر من یکی از دستان خود دستور دهم که یک مرغ دریایی شود و او از دستورات من اطاعت نکند، چه کسی مقصر است؟ آفرین. پس فردا قبل از هر چیزی باید متکی به عدل باشد. باید از هر کسی چیزی خواست که از عهده آن درآید. اما اگر تو به زنان ملت خود دستور دهی که لچک سر کنند، آنها انقلاب خواهند کرد. اما گروه خوشیده من چی میشه؟ تا به گروه خوشیدن خواهی رسید. اول باید شرایط آب و هوایی مساعد شود. ای بابا، خیلی خسته شدم. چه شرایط آب و هوا؟ بذار ببینم.
ببینم امشب شرایط آب و هوایی مساعد می شود. آن وقت تو می بینی که چگونه از دستورات من اطاعت می شود. من تو را وزیر خود می کنم. ببینم وزیر چی؟ وزیر دادگستری. اما کسی اینجا نیست که محاکمه بشه. اما من فکر میکنم که در سیاره خود یک موش پیری داشته باشم. تو میتوانی او را محاکمه کنی و هر بار رو به اعدام محکوم کنی. آنگاه زندگی او به عدالت تو بستگی خواهد داشت. اصلا تصمیم گرفتم. سالم کسی به اعدام محکوم کنم. این یک دستوره. اگه اعلی حضرت به من دستور بده خب ظرف یک دقیقه اینجا رو ترک کنم. اما من تو را سفیر خود میکنم. سفیر چی؟ سفیر کبیر. من تو را سفیر خود میکنم. سفیر کبیر. واقعا که این جهان و موجوداتش عجیبن. شازده کوچولو پیش خودش فکر کرده گفت اون که اصلا منو ندیده، منو نمیشناسه، پس چطور صدا میکنه؟ نمیدونسته که پادشاه‌های کل عالم همه مردم براشون رعیت به حساب میان. قدرت نه تو رها کردنه، نه تو نگه داشتن. قدرت اینه که بدونی چه زمانی چه کاری رو رها کنی و چه وقتی برای یک چیزی بجنگی و نگهش داری. شازده کوچولو به همراه پرنده‌هاش باز هم به مسیر خودش ادامه داد. چی بپوشم؟
من خیلی زیبا، من خیلی خوشگلم، من خیلی قشنگم. موجودات شجیعه. برای خودپسندها همه یک مشت ستایشگر حسابی و خودپسندها جز ستایش خودشون به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کنن. شازده کوچولوی ما باز هم به همراه پرنده‌هاش به سیاره‌های دیگه سفر کرد. سیاره‌ای که دیدیم سیاره خوابگر. اگرچه دیدار شازده و خوابگر خیلی کوتاه بود، اما این دیدار شازده کوچولوی ما رو به فن بزرگ فرو. شازده کوچولو این بار با ناامیدی تمام باز هم به مسیرش ادامه داد. میلیون ها از این چیزهای کوچیک. نگاه تو آسمون
شما سیاره تاجر حریصی رو دیدید که خودش رو مالک تمام ستاره‌های دنیا می‌دید، اما هیچ وقت به آرامش نمی‌رسید، چون چشم‌هاش سیر نمی‌شد و باز هم دنبال ستاره‌های بیشتر و بیشتر. شازده کوچولوی ما به امید اینکه بالاخره دوستی پیدا کنه، باز هم به سفرش ادامه داد. سیاره پنجم یکی از عجیب‌ترین سیاره‌هایی بود که شازده کوچولو به اون داد. سیاره فانوس افروز. یادم شازده بهم گفت اون اگرچه کار خیلی خاصی رو انجام نمیداد، اما حداقل از اون خودپسند و پادشاه خیلی بهتر بود. لااقل از یک دستوری پیروی می‌کرد و مثل اونا فقط به فکر خودش نبود. شازده کوچولو بهم گفته بود که حیف که سیارش فقط به اندازه خودش و فانوسش جا داشت، وگرنه میتونست دوست خوبی برای باشه. شازده کوچولو این بار با امید بیشتری به مسیرش
از کجا واقع شدن؟ واقعا همین خیلی جالبه. درسته من از کجا ببینم؟ کوچه‌تون کو؟ خب راستشو بخوام از اونم بی‌خبرم. شهرو دقیقاً کوچه‌تون. ای بابا از اون کار نمیتونم خبری داشته باشم. چرا جغرافیا نیستی؟ چرا؟ ولی من که کاشف نیستم. جستجو کردن و شمردن کار کاشفه. حدسی مقام جغرافیا بالاتر از این حرفاست. من فقط خاطرات کاشفان رو یادداشت میکنم و اگه مشخص بشه خصوصیات اخلاقی کاشفی خوبه، اون وقت تحقیقات در مورد کشفش میکنم. آها آره. یعنی راجش خودت ببینی. اوه نه بابا، به نظر شماها من برم از نزدیک ببینم سخت نیست؟ سخته دیگه. برای همینم میخوام کاشف حرفش رو با دلیل ثبت بکنه. مثلا اگه موضوع کشفش کوه بزرگی باشه ازش میخوام که سنگ‌های بزرگی برای من بیاره. راستی تو هم از راه دوری میاد مگه نه؟ آره خب اصلا حتی یه کاشف باید سیارت رو برای من شرح بدی. باشه شروع کن. خونه باشه هدی شروع. من داخل خونه هست آتش بشم آره آتش فشانا رو دوست دارم. دو دانشگاه روشن و یه دانشگاه باهوش و یه دورت دارم. گل ما گل‌های یادداشت می‌کنیم. چرا؟ گل که زیبا چندیده. درسته زیبای ولی فانیه. فانی یعنی چی؟ فانی؟ ببین بچه جون کتاب جغرافیا خیلی با ارزشه. برای همینم ما چیزای موندگار رو یادداشت می‌کنیم. درسته فانی یعنی چی؟ فانی؟ خب فانی یعنی چیزی که زود از بین میره. یعنی گل من از نزدیک میره؟ بچه البته به نظر تو من برای به کجا سفر کنم؟ به دیدن سیاره زمین برو که شهرت بسزایی داره. کتابای من بلند شید. برو بریم. یا خیلی سرده. حدسه در کنیم خیلی کاشفم کاشفای حدیث. حدسه حدسه خوبه حدسه حدسه. واقعا که این جهان رو موضوعات شرشیدم. بنابراین سیاره هفتم زمین. وقتی شازده کوچولو به زمین رسید، از اینکه هیچ کس و هیچ چیزو ندید متعجب بود و با خودش گفت نکنه سیاره را اشتباه آمده باشه که ناگهان سلام.
اشتباه نکن. من حیار همه مشکلاتم. شازده کوچولو از بیابون گذشت و از کوهی بلند بالا رفت. تنها کوهستانی که به عمر خودش دیده بود همون سه آتش نشانی بود که به سر زانوهاش هم حتی به زور میرسید. تازه یکی از اونها همیشه خاموش بود و به عنوان چهارپایه برای تمیز کردن اون دوتای دیگه ازش استفاده میکرد. وقتی از کوه بالا رفت با خودش گفت لابد اگه از کوه بلندی بالا برم میتونم تمام سیاره و انسان‌های روی اون رو ببینم. اما وقتی به اونجا رسید جز انعکاس صدای خودش و نوک تیز صخره‌ها هیچ چیز دیگه‌ای رو ندید. سلام. سلام 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 سلام. با من دوست بشین. با من دوست بشین. با من دوست بشین. با من دوست بشین. من خیلی تنها. من خیلی تنها. من خیلی تنها. من خیلی تنها. شازده کوچولو با ناامیدی از کوه پایین به مسیر خودش ادامه داد تا اینکه به دشتی بزرگ پر از گل‌های سرخ رسید. شازده کوچولو خیلی ناراحت شده بود. بلش بهش گفته بود تو کل دنیا همون یه دونه است. اما حالا فقط تو یه گلستون 5000 گل سرخ می‌دید. اون همچنان به دنبال پیدا کردن دوست به مسیر خودش ادامه داد تا اینکه به گندمزاری بزرگ رسید. دنبال آدما میگردی؟ آدم تفنگ دارن
درست شنیدم؟ تو سیاره دیگه؟ آره اون سیاره شکارچی هم داره؟ نه وای مرد خیلی مرد داره؟ نه مرده نیست پیسو همیشه یه کار میلرده با من بازی کن شروع چند بار بگم من اهلی نیستم اگه میخوای بازی کنم قبلش باید من عربی کنی ببین توی این گشت به این بزرگی همه یه آدم ها شبیه هم همه یه مرغا هم من مرغ سیگار میکنم آدم ها هم واسه همین اینجا زندگی خیلی خسته کننده میزنی اول تو لطف کنی و من عربی کنی زندگی من یه 3 روز روشن میشه من با صدای باریشون میشم که با صدای باریستی فرق داره صدای باریونه منو فرق نمیده اما صدای باری تو مثل تقیه موسیقی من عربیونه دیگه میرسه بی زحمت لطفا من اهلی خودت کن من برم برم که بیشتری بشناسم چون تو اهلی نکنی نمیتونی بشناسی خب برای اهلی کردن من چیکار کنم باید خیلی صبور باشی تو اول کمی دور از من به این شکل یا گردن کنشی اما گوشه این چشمم نگاه کن اما تو هم هیچی به این صورت هر روز بیای اینجا و کمی نزدیکتر و جلوتر به من میشی بعد از گذشته چند روز من به اومدنت عادت میکنم من وابسته تو میشم اون وقت کم کم اهلی تو میشم و یواش یواش به ارزش و خوشبختی پی میبرم من باید برم چی؟ بری؟ کجا بری؟ تو چه حالا کاره بگم اما باید برم حالا که من اهلی خودت کردی میخوای بذاری بری اما من دلم برات تنگ میشه و برات گریه میکنم گناه خودته خودت خواستی که من تو رو اهلی کنم البته همینطوره خودم خواستم تقصیر خودم حالا که میخوای بری میخوام به رسم هدیه راضی و برات کنم چه رازی یادت باشه همه چی با چشم دلت ببینی اون چیزی که اصلا دیدنی نیست کسی دیدنی نیست اون چیزی که به گل تو ارزش داده عمریه که تو به پاش صرف کردی عمری من به گل خودم صرف کردم یادت باشه هر چیزی رو اهلی کنی مسئولشی تو مسئول گلستان خودتی من مسئول گلستان خودم هستم تو مسئول من مسئول گلستان خودم هستم تو مسئول گلستان خودم هستم من مسئول گلستان خودم هستم از خرابی هواپیمای من حدود 8 روز می‌گذشت و من که با خوردن آخرین جرعه آبم به خاطرات شازده کوچولو گوش می‌کردم آهی کشیدم و بهش گفتم خاطره های تو خیلی زیباست اما حیف که من هنوز نتونستم هواپیمای خودم رو تعمیر کنم آب آشامیدنی هم دیگه تمام شد بنابراین به خاطر حال بد شازده و تشنگی من تصمیم گرفتیم توی اون بیابون دنبال چاه آب بگردیم خدمات اینجا رو نگاه کن ما شما پیدا کردیم باور ببینم تو میشنوی شاه داره آب واسه آب هست آره خدمات چیزی کمکم
درک نکردم. از احساس وجود حادثه دردناک تمام تنم یخ زد. نمیتونستم حرکت کنم. از اینکه دیگه صدای خنده‌های شازده کوچولوی خودم رو نشنوم خیلی حالم بد شد. خنده‌های شازده کوچولو برای من مثل یک چشمه وسط بیابون داغ بود که با رفتن اون این چشمه برای همیشه خشکید. من این ماجرا رو برای هیچ کس غیر از شماها تعریف نکردم. از اون ماجرا حدود 6 سال می‌گذره. دوستای من از اینکه منو دوباره سالم و زنده دیدن خیلی خوشحال شدن. اما برعکس من افسرده و من وقتی دلیلش رو ازم پرسیدن بهشون گفتم چیزی نیست از خستگی. اما حالا که به شازده کوچولو فکر میکنم کمی حالم بهتره، آرومتره. من میدونم اون شازده کوچولوی من قطعاً به خونش برگشت، چون صبح روز بعد دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمونده. بدنش هم زیاد سنگین. میدونید دوستان، آدم ها فکر میکنن اگر یک بار دیگه متولد شن میتونن جور دیگه ای زندگی کنن، شاد، خوشبخت، کم اشتباه. اونا فکر میکنن با تولد دوباره میتونن همه چیز رو از نو بسازن، اما اینجوری نیست. ما آدم ها اگر اهل ساختن بودیم از همین جای زندگیمون به بعد رو درست میکردیم. از اون ماجرا به بعد من دوست دارم شبها ستاره ها رو تماشا کنم. ستاره ها برای من یادآور خاطرات زیبای شازده کوچولو است. این صحنه برای من زیباترین و غم‌انگیزترین صحنه دنیاست.
اون بهشتی که حتی تصورشون نمی‌کنه، اون سیاره‌ای که پس قصاص چی شد؟ من داشتم قصاص می‌کنم، اما تو من درست گرفتی. من تو رو دوست دارم.